سلام بچه خوش اومدیم این ویدیو. بچه شرمنده که چند وقتی هست ویدیو نگذاشتم. این ویدیو رو گفتم بذارم چون دیگه این پارت قشنگ شد و گفتم حیف نذارم. آره دیگه بچه شرمنده که ویدیو نگذاشتم چون واقعا این مرسان نمیذارن اصلا. بچه ما 5 ساعت ویدیو مثلا 5 ساعت میگیره بعد نیم ساعتش کنم. حوصله نمیگیره، یعنی سخته، وقت گیره. خاطر همین دیگه از این به بعد شاید مثلا دیگه ویدیو نذارم. یعنی ویدیو هم بذارم مثلا احتمالاً ویدیو شورت بذارم، ویدیو خیلی کوتاه بذارم، مثلا همه جوری گذاشته باشم قشنگ مثلا باشه دیگه. همین شرمنده واقعا بچه، واقعا سخت اصلا. این فکر نمی‌کنه اینقدر سخت باشه ولی واقعا سخت اصلا. آدم بهش فشار میاد. حالا به من خیلی فشار نمیاد ولی واقعا یعنی حالش ندارم، حوصله‌ام نمیذاره. شرمنده که حرف میزنم همین دیگه. خواستم گفتم که این ویدیو رو بذارم دیگه، حیفه. امیدوارم این ویدیو خوشتون بیاد، دمتون گرم. دیگه فعلا بای. ایفا بیرونه. خب بچه همونطور که الان مشاهده میکنین وقتی من این دروا میکنم یه باکس نگاه کنین. این باکس 90% این لوته که این تو این باکس رو ما اونا گرفتیم و دیگه خیلی لوت گرفتیم. واقعا اینا خیلی لودد بودن و ما بیشتر لوتاشون گرفته بودیم. منم خاطر این که دیگه وقت ویدیو رو نگیرم تا این ویدیو زیاد نشه، الکی حوصلتون سر بره و یه ذره ویدیو بخواد جذاب‌تر بشه، خیلی فایت و یه چیزا داشته باشه، الکی اون قسمتایی که مثلا الان من میرم بیرون و میرم کمک یزدان بذار من خلاصه بگم. یکی اومد در رو روی یزدان بست از پشت سر، یعنی یزدان راه بیرون اومدن نداشت. خب یزدان راه بیرون اومدن نداشت ولی یزدان اون گاراژ اون دو تا شاتگان ترپو که ما زدیم وقتی رفتیم پایین یزدان رفت تا تی سی رفت دیپ کرد یارو رو، ولی خب اونا هیچ آیتم ریدی نداشتن. اینقدر میگفتن ما میای رید تو هیچ چیزا داشتن چرت پرت میگفتن، هیچی نداشتن. یزدان فقط لوت داشتن ولی آیتم رید نداشتن. همین دیگه ما بیشتر لوتاشون گرفته بودیم. یزدان دیگه همونجا لوتار دراپ داد، دی اسپان کرد، یعنی انداختشون رو زمین دی اسپان شدن و خودش کیل داد. یعنی خودش کیل نداد، ستایی ریختن روش، یعنی 3 تا دی بی خود یزدان یه نفر بود، ستایی گرفتن روش زدنش دیگه. همین دیگه. فقط یزدان هر چی لوت داشت و همه مهمه انداخته بود روش. همین دیگه. نمیذارن که الکی وقتتون تلف نشه. شرمنده میبینی الان درم بسته رو دیگه، یزدان رو بیرون میدن نه دیگه بچه. آره دیگه شرمنده حرف میزنم اونن که بگم بهتون همینه کلا همینه و هیچ چیز خاص دیگه نیست. بریم سراغ فایت ها و ایشالا، یعنی امیدوارم که از این ویدیو لذت ببرید. برو بریم لیتس گو. شب خواستیم بزنیم بکنیم در کی رو زدم؟ آره خودی سکن. آره با چی رفتی؟ یارش هم دیدم. با چی رفتی؟ الار داشتیم حاجی. فولن بیا آره اگه فول که تو کی بیا؟ آره بیا ازم پرم دارم با ایتی با این گانه قویر دار میزنه. من دار باش دیدیم تو نه اون کلچه دیده من اون زدم دادی؟ آره با دیبی داشت میمد خود گان دادی خیلی دادی؟ آره بیا کاورم. من جا اصلا ندارم خالی دوست کنم اینا. بالا تپه هد خورد. چند نفر بودن؟ یکی دیگه هست یکی داره میاد رو ریل که مادم بزن زدم رو ریل صبر کن دارم میدونی جابده اسی اصلا من اونو میگیرم. اسی برکت زده خیلی دمنج بزنش. من دهن تو من دیده سریع اسپام بده بیا. اوکی بودو
هدشو زدم مرد آره بیجسته من هاجی بیجسته بکش خودت سری کیل بده بیا کیل بده دارم میام لوت کن بک بده محمد بدو بیجسته بیشرف با چی هدشو زدی؟ سار من لوتم خودم دارم بابا من خودم لوت کردم آره بودو لوت کن جونا پا کجا زد کجا زابی برسی درو بابا نمیفهمم داره چه گویی میگی درو اوکی برو سمت ساحل الان میرم سه نفر با پولفیت دارم میان برو سمت ساحل پشت سرت دارم میرم رسیدم خواست سرت مردی دارم در میرم فقط برو پیش اون ماشینه تفلونه دارم این کاری کنم داش بده الان دارم بورتی دارم یکی تو رو فکر کنم ور نداشتم حالا مهم نیست دهنه تو فول کیتت ورداشتم تیر نزن برو چیزش وایس داری تر از این وایس کی بهم راش داد بشین وایس هم دوست زدمش وای الان میمیری طرف اون یارو توسط کی یه اصلا به کنارم من میرم سیف زونه منو نزنم دارم همونو میگم برای چی زدی چون یارو با ایکی راش مو داد میخوام نزنمش دو نفر دیدن دارم میارم دارم میبرم یک برم یه گاهی میتونم پیدا کنم ورنشته باشم اینجا یه دیواره پیدا کردم یه ایرلاین با نینجا سوی بغل منه آره ایرلاین با نینجا سوی دیوار برم یه سمی گرفتم دوست تایت خورد اوکی بکش دارم میرم ایکی اون یکی برداشتم نمیدونم تو کشتی؟ نه خیلی دم اینجا نمیدونم داونه آره یازان خیلی دارم دستام داره میلرزه بودو در رو یاسم ایلان گرفتم دارم در میرم ایلان دارم اوکی یکی داخل بیست هست مردم کو مرد؟ آره حالا من یکی بیاد بالا مردم کتم برداشت نه؟ چه پولیمنتوریه من بر نداشتم بیا خود کن تیسیش نزده یعنی من دارم نزده بزن یکی هم یکی بهم راش داد اون یکی بزن اون ایکی هد زد بهم ولی منم بهش هد زدم چه هدی زدم وای پشمام کی داره تیر میزنه به کی داره میزنه یو پشمام از تو قطار به یارو هیت دادم یزدان ویدیوش هم دارم چند نفر دارم صف بسم آجی زاویه چند؟ زاویه 10 رو ریل قطار دیدمشون من رفت کم کنم فکر رفتن پشت کن نه؟ پشت کن بزرگه آره فرده یا من تیر میزنم اصلا تو بیسش داره نه پشت جلو من یک خورد بای پشت یک خورد مرد کار میدی برم آره یه لسه بکنم درست چیه رفتم گیت بهش دادم تو بادیشم چرا یکی منو ببین چرا دوتا کلن مختلف این شما بکنمش همینو تو کونت چرا داداش